سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز. در این ویدیو پیشکش شما زویرا بوی رو میکنیم. همچون که میبینید ما سبزیجات رو در اول شست و شو میکنیم، یعنی خوب میشوییم، تازه میکنیم و شروع میکنیم با آماده کردن. در زویرا بوی هر نفر هر نوع رسیپت دارد و این شخصا رسیپت من هست. من خود این رو فکر کردم و به نهایت زویرابای خوبم آمد، یک خورش بالذت هم آمد. همچنان که میبینید ما الکی قلمفوری شیرین و قلمفوری تند رو شستیم و الکی میگذاریم با اکروب رو هم اکی شستیم. خوب، تقریبا 4 کیلو پمیدور است و شما میتونید که حجمش رو خود حساب کنید. این تقریبا است ما کردیم. خوب میشوییم. خوب، انا اکنون چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم در اول کمی روغن و پیاز رو سرخ میکنیم. شاید زیادی ها این نوع زویرابای نکنن، دیگر نوع میکنن، ولی من این کارو کردم، خیلی بلذت اومد و برای شما هم توصیه میدیم. در دستگاه یعنی قلمفور و سیر پیاز و همه را یعنی از این دستگاه میگذرانیم و خیلی خرد میکنیم. همچنان که شما میبینید. الکی ما خرد کردیم همه محصولات رو تقریبا و میگذاریم با همین اکروب، یعنی بعضی ها کشمیش میگوین. خوب که همین طور مایده میکنیم و چه 2 قاشق خوراکخوری نمک و 1 قاشق دیگر شکر. برای چی شکر؟ برای اون خاطر که پمیدورهایی که در آلمان هست اونقدر شیرین نیست، به این خاطر. و 1 قاشق دیگر مرچ کوفته شده با هم میزنیم. تقریبا میجوشونیم، 1 ساعت میجوشونیم. الکی جوشوندیم، تمام شد. ما زیاد ویدیو رو نگرفتیم به خاطر که ویدیو طولانی میشود و ویدیوی کوتاه کردیم. خب این زویرابای ما آماده است. شما میتونید که یعنی در بانکا یعنی محکم کنید به هر نوعی که شما خود میدونید. یعنی این زویرابای ما آماده هست و لذتش رو هم و الان میبینیم که چگونه زیبا آمده است. دوستان عزیز، دستگیری رو فراموش نکنید و الان میبینیم که لذتش چگونه است. لذتش هم بهترین است و 1 صلوات به پیامبر میفرستیم به شما اشتهای تام تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار.